سلام عبدالرازق. من تو را از دوره طفلیت میشناسم و بارها سرودهای جانگداز تو را شنیدم. لیکن وقتی که به سن 16-17 قدم ماندی من آگه یک از نظر ناپیدا شدی. بارها سراغت کردم لیکن از نام و نشانی تو را نیافتم. روزی بناگه اینترنت را یک گروه بچگان اینترنت را کشودن، بناگه صورتی تو را دیدم و از دوری دویده آمدم. از دوری دیده آمدم درباره تو بسیار ناسپاسان هر گونه سخنهای ناشایسته میگفتند که من هم دلم از تو مانده بود. من در اینترنت صحبت پدرت را گوش کردم و پدری تو با تمام هستی با یک سوز دل سخن گفتم. من حیران شدم و نشستم تا آخر سخن پدرت را گوش کردم و از صحبت آن به خلاصه آمدم که تو یک بچه صافدل، یک بچه نیک اراده، یک بچه خوشبخت زمان هستی. سخنهای جانگدازی تو را از ته دل گوش کردم. معلوم بود که در اینجا تو گناهی نداری. برای من از تو اول آن چیزی که من در دلم بود و نسبت تو بدبین بودم از تو خواهش میکنم که عذر من را قبول کن و من همچون دوست، همچون برادر، همچون پدر به تو همین را گفته هستم که تو آینده خوب داری. تو آینده خوب داری. با راه راست رفتن را بیشتر آموز. اگر با راه راست روی خدا آن آوازی را به تو داده است که تو میتوانی تمام جهان را به خود مایل سازی. تاجیکستان ما از نام تو فخر کند. امروز پنجکندی ما بعد از همون اینترنت که گوش کردیم در بین خلق پنجکند میگردم و فخر میکند در پنجکندی باستان یک کوهستان زاده برای هستی آمد و امروز با آواز خوش خدا دادش قریب در تمام جهان او را میشناسند. باز به تو برباری ها آرزو میکنم و بگذار در آینده یک حافظ خوبی قرآن شده به وایه رسی. سلام علیکم برادران. همتون رو خیلی در شبکه‌ها دیدیم. دوستیگم من عبدالرازق بخشی. عبدالرازق نام و ملتی سوچکر بلند برداشت. ما چه گفته قبیه زده بودیم میبخشی دوستم میبخشی. عبدالرازق ما تو اینترنت به تماشا کردیم. همه توی گپی هر خیلی مزه. ما فکر کردیم که تو دروغ میگی. بعد فهمیدیم که تو راست میگی. ما طرفدارتیم. سلام علیکم عبدالرازق. کور بارات نظمی سلامتی و نظمی. ما در اول تو رو خطا فهمیدیم و در کامنتاری های ویدیو نسبت تو گپ‌های قبیح نوشتیم. از تو بخشش میپرسیم در کارهای آینده بردباری ها خواهیم. بگذار کجای باشی سلامت باشی. سلام علیکم عبدالرازق. خیلی سلامتی و نظم. ما در همین شبکه‌های اجتماعی بسیار ویدیوهای آیدی همین مناسبتی تو اکای بهروز فهمیدیم. نسبت تو فکرهای بیزید کردیم. مقصد فکرهای بیزید کردیم و عموما خطاگی از طرف تو نبوده است. بعدتر فهمیدیم که تو عموما در اینجا گناهگار نیستی. بنابر همین ما عذر میپرسیم از تو و با تو برای کار خواهیم. Hey, how are you doing? Assalamu alaikum. Yeah, Azbullah too. A trainer, Azbullah. You okay? We friends, right? No, okay. No! I friend, no? Friend, okay, we're friends. Okay, we're friends. We're friends, yes. We're friends. Yeah, burger. We're friends over burger.